از تهران حرکت کردیم به سمت تبریز. از مسیر اتوبان قزوین بعد از 8 ساعت رسیدیم به تبریز زیبا. شام و یه تاوا کباب تبریزی زدیم. بعدش هم رفتیم تو الگلی چرخ بزنیم، یکم خستگی بگیریم. با اینکه ساعت 2 نصف شب بود بازم جای سوزن انداختن نبود و جالبتر این که نه سیگار میکشیدن نه قیلون. نمیدونم تفریحشون چی بود. شب هم تبریز موندیم. صبح دوباره سر حال راه افتادیم به سمت شهر خوی. بعد از شهر خوی که رد کردیم مزرعه آفتابگردون رو دیدیم که کلی حال کردیم کنار جاده. بعد از مزرعه آفتابگردون و طبیعت زیباش کلی مغازه لیر و سیگار فروشی و اینا کنار جاده میدیدیم. اینجا هم لیرا رو گرفتیم بریم که بزنیم به اندام گاف. سیگارا هم گرفتیم که تبدیلشون کنیم و یه سود کنیم اون وقت. از اون ورم دنیس توی ترکیه اصرار داشت که یادتون نره سیگارا رو. خلاصه بعد از لیر و سیگار و این داستانا راه افتادیم. فکر می‌کردیم خیلی زودتر برسیم ولی تقریبا 4 ساعت زمان برد از تبریز تا برسیم به مرز رازی. بالاخره تابلو ترکیه رو دیدیم. دوباره انگار یه انرژی خیلی خوب گرفتیم که ادامه بدیم به مسیر. رسیدیم به گمرک رازی. ایستگاه قطارش هم همینجا بود که این یه تیکه خیلی منظرش قشنگ بود و از بین درخت‌ها رد شدیم. تو این مسیر بود که دیگه کم کم دورموشای ترکیه رو میدیدیم که وارد ایران میشن که بنزین بزنن با بنزین ارزون‌تر برن اونور. بالاخره رسیدیم به مرز. رفتیم وارد مرز بشیم که کار اداریشو بکنیم و وداع با وطن رو بگیم. چمدون به دست و خسته کشیدیم از مرز ایران رد شدیم وارد مرز ترکیه شدیم. توی سالن فیلم برداری ممنوع بود. وارد گیت ترکیه شدیم. دوباره همون مراحل مرز ایران رو رد کردیم، چک کردن پاسپورت این داستانا. وارد ترکیه شدیم. اول هم این فروشگاه مشروب فروشی است. اینجا بگیرید مشروباتونتون، نسبت به ترکیه خیلی ارزون تره. گمرک و مالیات اینا روش نداره. بعد گیت ترکیه هم ونا و تاکسی های به سمت وان وایساده بودن. ما با تاکسی رفتیم چون وان یه مقدار زمان میبرد تا پر بشه. حوصله‌شو نداشتیم، خسته بودیم. سریع تاکسی گرفتیم به سمت وان و رسیدیم به شهر زیبای وان.